نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دایات قبلی الله متعال بیان حالات کفار معاند و لجوج بیان کرده بود. بهانه تراشی کرده سوالای بیجار از پیغمبر علیه الصلاة و السلام میکردن. مطالبه زیره میکرد که چرا قرآن کریم یک مرتبه نمیه، یا آیا نبوت برای تو شخص سپرده شده در حالی که قدر ملائکه موجود داره، با وصفی که برای تعلیم انسان باید کسی باشه که از خواص انسانیت آگاهی داشته باشه. از همین خاطر تعلیم هم جنس برای جنسش بسیار مفید است. یک معلم که از منطقه باشه خیلی معلومات کافی داره در مورد عادات و رواج اولاد مردم. یک معلم بیگانه نمیتونه زود با بالای تمام عادات اولاد مردم معلومات حاصل بکنه و تعلیم و تربیه مناسبه برش ارائه بکنه. الله متعال برای تربیه انسان ها انبیاء علیهم السلام روان کرده، از جنس خود انسان هاست، به خاطری که تمام خاصیات انسان ها دوا وجود داره. از گشنگی و تشنگی، از آن چیزی که ضرورت انسان است آگاهی داره. از همون خاطر است که برای تربیه و تعلیم باید کسی مقرر شود که از تمام کوایف معلومات داشته باشه. این واقعه در قرآن کریم زمانی که الله متعال آدم علیه السلام خلیفه زمین میگردانید که احکام الله را در روی زمین نافذ بگردانه، در اونجا این مسئله تثبیت شده بود. چرا که لیاقت یا اهلیت خلافت کسی داشت که تمام اسما و خاصیات اشیا را میدانست، و چون ملائکه خاصیات نمیدانست، اهلیت و یا لیاقت خلافت روی زمین از خود نکردن. اینمی قسم هر کسی اهلیت و لیاقت یک رهبری را داره که واسر حالات مردم آگاهی داشته باشه. بزرگترین مفتی و عالم یا بزرگترین سیاستمدار کسی است که از تمام حالات مردم خود آگاهی داشته باشه و جزئیات مردم خبر باشه. یک مدرس یا مفسر قرآن کریم هم هنگام تفسیر قرآن میکنه، زمان تفسیرش مؤثر واقع میشه که از تمام حالات و افکار و عقاید مردم خود آگاهی داشته باشه که در لا بلای تدریس خود به مون نکاتی که واقعا ضرورت مردم است اشاره شود. اگر او آگاهی و خبر نداشته باشه نمیتونه اصلاح تمام جزئیات افکار مردم خود کرده بتونه. به طور مثال کدام رواج و عنعناتی که در افغانستان است، اگر یک عالم عربی را بیاری مطابق جامعه عرب برای شما سخن بگوید، آن چیزی که در دهی وطن وجود داره در بین مردم از او آگاهی نداره. از همون خاطر در هیچ آیت قرآن کریم به اون نکات اشاره کرده نمیتونه. پس از این معلوم شد که مدرس یا مربی باید کسی باشه که از حالات مردم آگاهی داشته باشه. اعتراض مشرکین مکه بالای پیامبر علیه السلام یک اعتراض بیجا و لجوجانه بود، یعنی معاندانه و ضد بود، وگرنه پیامبر علیه السلام حیثیت یا اهلیت رهبریت مکمل داشت. خو الله متعال تسلی داد برای پیغمبری خود که ولقد استهزئ برسول من قبلک. پیغمبری گپ جدید نیست. هر پیغمبر که برای قوم خود آمده مردم در گردنش گل ننداخته، پذیرایی استقبال نکرده، چون پیغمبر دعوت به سوی طور امر میده که او خلاف عنعنه یا خلاف خواهشات مردم است. همیشه قانون نیست که هرگاه خلاف خواهشات مردم دعوت شروع کردی مردم در مقابلت میخیزه. پس این خیستن تنها در یک مرحله قرار نداره که تنها اعراض بکنه گپی تقبل نکنه، دیگه هم تو را تکذیب میکنه. اول مرتبه اعراض است، اول مرتبه شک است که یاد تردد می باشه کی چی سخنا میگه، باز بعد از رای اعراض در پیش میگیره روگردانی میکنه. مرحله سوم باز مرحله تکذیب است که نه تو دروغ میگی. مرحله چهارم باز میرسه در استهزاء. این مردم در امین ناروا بودن خود در سرحد میرسه که عمل خود درست میدانه و تو که دعوت به سوی حق میری سری تو استهزاء و مسخره میکنه. خو لیکن استهزاء و مسخره نتیجه و عاقبت خیلی وخیم داره. هر قومی گذشته که اینی کار کرده الله متعال همونطور عذاب آورده که او قوم باقی نمانده. از او خاطر الله متعال در اینجا برای ما فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. چون انبیاء علیهم السلام میگفتن مخالفت نکنه که عذاب الله دامنگیریتان است، یا میگفتن عذاب کجا؟ نوح علیه السلام وقتی کشتی را جور میکرد مردم از پیش سوال میکرد چرا؟ گفت
چیست کشتی جور میکنیم که در دریا غرق نشیم. گفت خب کجاست؟ ما به خوردن پیدا نمیکنیم، تو برای ما آب گفته رایستی. لیکن زمانی که فرمان الله آمد که از تنورای خودشان آبا بالا شد، اوجا فهمیدن که حقیقت چی گپ است. الله متعال برای هوشیاری و بیداری مردم از راههای متنوع کار میگیره. از یک طرف الله متعال حالات بیان کرد که همون مردمایی که استهزاء میکردن بالای پیغمبران و حتی به او عذابی که پیغمبران وعده میدادن که اینطور عذاب میاد، امورم نعوذ بالله به بعد استهزاء گرفتن تا که در اصل سرنوشت خود مبتلا شدن و رسیدن. لیکن بازم کفار معاند و او مردمایی که لجوج است از اینمی واقعات و حوادث هم درس نمیگیره. خب گاهی درس برای انسان آن چیزی میباشه که با چشم مشاهده شود. از همون خاطر در این آیت قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین دعوت به سوی گشت و گذار است. آثار کونه مردمای قومای سابقه شما نظر بکنید که چطور حالات است. همینجا مردم بود، همینجا آباد بودن، اما چی شدن؟ فنا سرش آمد. این مردم اینمی قسم از لجاجت و عناد کار گرفته بود، رای حقیقت و حقیقت جویی را در پیش نگرفتن. هر انسان باید در مرحله جستجوی حقایق خوب باشه. سالا عمرش تیر میشه اما حقیقت امر خود، حقیقت دین خود نمیدانه. چنانچه آلی با تاسف بگویم معاشره مسلمانای ما همون قسم است. 60-70 سال عمرش می باشه، حتی در مورد دین خود یک رو سوال برش پیش نشده که معلومات حاصل بکنه که دین ما چی برنامه داره و ما چون پابند به این نظام هستیم، این نظام چی پروگرام تربیتی به ما داره و ما چه قسم عقیده داشته باشیم. نه امروز همونطور است. برای یک ماه مبارک رمضان برای 3 ساعت ما شما ترجمه قرآن داریم، در حالی که مانع کارهای دنیوی هم نمیشه. حاضر نیستن که حتی یک لحظه هم در قرآن کریم بشینه. علت است که یا ماده حقیقت جویی قطعا در وجودشان نیست، همیشه رای ضد و عناد در پیش گرفته. امروز هم همین مردم که میگی بیا در ترجمه قرآن بشی، برات میگن نه همو دینه که از باباها یاد گرفتیم، همو برای ما کافی حلال میدانم، حرام میدانم، همین قدر میگن. اما خبر نداره که حرام حلال میدانه، حلال حرام میدانه. بیچاره تا آلی را درک نکرده حقیقتا. اینی مشکل است. در زمان پیامبران علیهم السلام هم همین حالت موجود بود. این تسلی برای دعوتگراست. دعوتگرا مایوس نشون. انبیا علیهم السلام بسیار به صحنه‌های خیلی گبی ناامیدی چی شدن، روبرو شدن، اما ثبات پایداری را از دست ندادن. پیغمبران دعوت خود ادامه داده تا ای که الله متعال گروهی را پیدا کرده که به حمایت پیغمبران پرداخته و بعد از دین پیغمبران را نشر و اشاعت بخشیده. صحابه کرام چقدر قربانی دادن برای رساندن کلمه توحید در گوشه و کنار جهان. در افغانستان ما مردم افغانی کم بت پرست نبودیم، آنقدر صحابه را شهید کردیم که هیچ پرسان نکو. لیکن بازم امی کلمه توحید نصیب ما شده بود، الله متعال برای ما و شما رسانید. قل سیروا فی الارض، الله متعال میگه بگردید. انسان گاهی برش خیلی مناسب است. انسان وقتی که مشاهده طبیعت میکنه، میروی دریاها را، گیاها را، اقل در یک کو دامنه کو بشی، وقتی میبینی یک گیاه را به کدام سیستم الله متعال در او رنگ داده، چه گلای است، چه زیبایی داره. انسان طبیعت انسان در طرف معرفت الله جذب میکنه، میکشانته که بله ایام یک هستی و قوتی است که اینمی همه طبیعت اینمی قسم زیبایی و جمال و رونق داده. بله در پشت سر ازی او ترزاتی است که او محتاج به کسی نیست، زیر اراده کسی نیست. خزان سرش میه، اینمی رونق و زیبایی نیست. اگه این اختیار انسان ها می بود نمیخواستن که پشت سر بهار و تابستان خزان بیا یا زمستان بیا، بلکه همیشه دنیا را همینطور گلگون کنان فکر میکردن. لیکن معلوم شد که اختیار از ذات دیگری است. الله متعال میفرماید قل سیروا فی الارض، بگوی پیغمبر علیه السلام سفر بکنه، قدمایتان ورداره، در روی زمینی طرف و طرف بگرده، ثم انظروا، بعد از ببینه، با چشم مشاهده ببینه که به نظر محسوس ببینه که حالات چی رقم است. قومای سابقه وفا از بین رفته یا نه؟ اینجا مردمایی که این دیوارای کوی زنبوره که زده بود آلی امروز دیده نمیشه. کجا هستن؟ یک یا مراد از نظر تفکر هم است، یعنی شما اینطور هم نباشه که تنها همینطور نظری محسوس بکنه، مطالعه عمیق فکری هم باید داشته باشه. در هر چیز انسان باید فکر بکنه. کیف کان عاقبة المکذبین، چه قسم بود انجام کسایی که تکذیب کردن حق، کسایی که در مقابل حق خیستن تکذیب کردن، حالات چی رقم است؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام لمن ما فی السماوات والارض،
دعوت به سوی توحید الله است، اما بر شیوهی که بسیار قناعت بخش است. این دلیل تقریری اعترافی میگه، هر کس این اعتراف میکنه. حتی مشرکین مکه میره میگفتن که بتای ما نه خالق آسمان است نه زمین است، نه انقلاب شب و روز در اختیارشان است. نه، گفت ما شکل رو جور کردیم، تعظیم از یار میکنیم، این شکل ملائک است، ملائک به الله نزدیک است، مقرب است، سفارش ما را به الله میکنه. در اصل الله عقیدت داشتن، از همون خاطر در توحید ربوبیت و هیچ شک نداشتن. رب کیست؟ الله، مالک، متصرف، پیدا کننده، انقلاب آورنده در جهان، تدبیر عالم کی میکنه؟ الله. این توحید ربوبیت اسیر کفار هم قبول داشتن. امروز شما ببینید کتابای عقاید، واقعیت وقتی که انسان قرآن مطالعه بکنه بعد از اون پی میبره. اهل کلام همی علمای سابقی ما که کتابا را نوشته کرده کلش توحید ربوبیت بیان کرده. الله مالک است، الله اینطور است، یکیش توحید الوهیت بحث نمیکنه. حالان که جنگ و جنجال انبیاء علیهم السلام با قومای خود سر توحید الوهیت بود. غیر از الله دیگه کس حق عبادت، بندگی، حاکمیت، تحلیل، تحریم نداره. این کلش برای الله متعال است. این را کسی بیان نمیکنه. در کتابا همون رقم ذکر است، قدرت الله. فقط توحید ربوبیت بیان کرده، توحید الوهیت بیان نکرده. حالان که توحید ربوبیت دلیل بالای توحید الوهیت است. سیکو اینجا بطور است. قل بگوی پیامبر علیه السلام لمن ما فی السماوات، از برای کیست؟ آن چیزی که در آسمان هاست و الارض، در زمین است. در اختیاری کیست؟ ملکی کیست؟ مخلوقی کیست؟ بگوی. کسی هست که زبان دراز کنه بگوی کس فلانی است؟ فطرت انسان، سرشت انسان صدا میزنه که ای از الله متعال است. از او خاطر میگه قل لله، جواب بده پیامبر. هر انسان ولو که دهری باشم جواب داده نمیتونه که در اختیار کیسته، مجبور است. اگر چوبم بشینه خب بیرون طبیعت شاهدی میده، کائنات شاهدی میده که در اختیار کیست، کدام ذات است. لله، در اختیار یک الله متعال است. چقدر دلیل قناعت بخش است. ببینه کافر گفته نمیتونه جوابی برعکسه، همینجا چوب میشینه. اما مسلمان ما میگه من اختیاری کابل در چی تمامی تصرفات کابل در اختیاری عاشقان و عارفان است. شرکی امروزی مسلمانان در کجا رسیده؟ در اون زمان مشترک گفته نمیتونست که اختیارات در پیش دیگه کس است. امروز مسلمانان ما به زیارت ها کل اختیارات داده. باز خدا مسلمان معرفی میکنه، میگه ما بعد جنازیم به طریق اسلامی خوانده شد. علت چیست؟ علت است که در کتاب الله ننشست. سوره انعام گاهی هم ترجمه نکرد، مقصد و معنایش نفهمید. فقط ما میگه چیزی که بابا و اجداد ما کرده، این همین قسم روان بود. امروز کلگی خود دعوی اسلام داره. دعوی اسلام که مفت نیست، به ادعا اسلام ثابت نمیشه. اسلام اصولی داره، ثوابتی داره، اساساتی داره. در تو دیده میشه یا نه؟ مطالعه بکنیم معاشره اسلامی ما امروز در کدام سرحد قرار داره؟ آیا از این دلیل قناعت بخش، از این دلیلی که فطرت و وجدان ما اعتراف سرش داره انکار کرده میتونیم؟ نمیتونیم. کتب علی نفسه الرحمه، الله اکبر. چی دلیل قناعت بخش لازم کرده الله متعال به فضل و احسان خود علی نفسی، بالای نفسی خود، بلا کیف، همون رقم که لایق شان الله است. نفس برای الله ثابت است. الرحمت، رحمت تمام امور وجود خودت و تمام کائنات که مشاهده میکنی آثار رحمت الله متعال است. از رحمت الله دلیل میگیره. یا آثار رحمت الله متعال است. کی سری الله حق داشت که مرا پیدا کنه یا مرا این قسم پیدا کنه؟ هیچ کس حق نداشت. ما انسان را الله پیدا کرد. این طبیعت زیبا را برای ما پیدا کرده. از انواع لذت ها و نعمت ها را استفاده میکنیم. آثار رحمت کیست؟ الله متعال. حتی کافر هم از رحمت الله استفاده میکنه. صحت، عافیت، رزق، تاخیر عذاب. الله متعال زود مردم سنگار پرستش میکنه، الله عذاب روان نمیکنه، بلکه مهلت میده به انسان که تو باش یک کمی تجربهش زیادتر شوه، عمرش زیادتر شوه، یک کمی ما حول محیط ببینه، یک کمی بیدار شوه. الله اکبر. سری از اون بیدار نمیشه. ببینید دنیای کافره احمقه، مادر و مادیات و همه چیزها را معبودی خود ساخته، خیر و خلاص از او پرستش میکنه، نمیدانه که اصل اختیارات در پیش کدام ذات است. لیجمعنکم الی یوم القیامه. بله، این آثار رحمت الله است که امروز شما را حکومت یک نوع قدرت مجازیم داده، هر طرف شما زندگی میکنه، انواع نعمت های الله را استفاده میکنه، لیکن اینطور نیست. الله اکبر. آثار رحمت الله کدام است؟
از یک دانگه که خورد، این درخت بزرگ که میوه های گوناگون داره این را پیدا کرده، آیا رحمت الله تقاضا داره که درخت خلاص از بین بره، بیخی خلاص شوه؟ دانی خورده، الله تربیت داد، درخت کرد و میوه ها گرفت. از یک نطفه انسان سمیع و بصیر ساخته. این انسان همینطور هیچ هدر پیدا کرد، بعد از همینطور نعوذ بالله گیاه واره پس علف واره خوش شوه و باد ببرشه، هیچ چیز نباشه. کلا، تقاضای رحمت الله این را میکنه که انسان همونطور هدر نروه، بلکه الله دیگه هم انسان قوت بده، دیگه هم ایره چی بده؟ پرورش بده. بله، از این جهان فانی به جهان جاودانی، از این حالتی که نقصان و زیادت دهی تا بالا میشه، اونجا نقصان و زیادت نیست. یقینا انسان به این خاطر پیدا نشده که نابود شوه، انسان به این خاطر پیدا شده که در درجه تکامل برسه، مرحله زندگی خدا در سر برسانه، در او معیار برسه که دیگر نه مرگ باشه، نه غم باشه، نه درد باشه، همه چیسته لذات و نعمتای الله متعال باشه. یعنی تقاضای رحمت الله متعال است. این دلیل است. الله انسان به خاطر خلق نکرده که برا خلاص شوه، رحمت الله تقاضا میکنه. چطور از یک نطفه آب تو را پیدا میکنه، اینقدر انسانی که سمیع استی، بصیر استی، عاقل استی، صاحب استعداد استی، سری کلی کائنات حکومت میکنی، باز همونطور هدر باشی، نه سوال نه جواب، نه کدام درجه تکاملی، نه کدام ارزیابی و امتحان، هیچ چیز نباشه. نه، وجدان انسان اجازه نمیده. افسوس است، فطرت وجدان انسان چیغ میزنه، صدا میزنه که انسان نمیمیره، انسان از بین نمیره، این کالبد از بین میره، روح باقی است، میره و بسوی ازی پس جمع میشیم. لیجمعنکم، خامخا شما را جمع میکنه، الی یوم القیامت، در روز قیامت، لا ریب فیه، که شک دامدن او قیامت نیست. قیامت کدام است؟ نظام زندگی دنیا برهم میخوره، این جهان به جهان دیگه مبدل بشه، این حکومتای مجازی ختم بشه، این قدرت ها، این تاخت و تاز ها، این پراگندگی ها، این زور آزمایی ها، همه این ظلم، زیادت، خشونت، این بیبندوباری ها مکمل هموار دنیا بگرده. اونجا عدالت الهی قایم میشه، حکومت الهی که به هیچ کس حق نمیده که تو ظلم بکو یا زیادت بکو. نه، این گپاره آن چیزی که سبب ظلم است کلش از قلبا کشیده میشه. انسانایی که یک رنگ است، یک قسم نعمت است. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، کسایی که خدا را تاوان انداخته و ایمان نمیاره. نه ایمان آوردن سبب خساره است، نه که خساره سبب برای خساره نه ایمان آوردن است. اینجا قرآن برعکس میگه. قرآن چرا برعکس میگه؟ الذين خسروا، کسانی که تاوانی شدن، انفسهم، تاوان انداختن نفسای خدا، فهم لا یؤمنون، اینمی مردم ایمان نمیاره. خب در تاوان انداختن. الله متعال میفرمه الله به انسان عجیب قوت داده، قوه تفکر، تعقل، استعداد، ذهنیت، الله اکبر، نوآوری ها، عجیب کارایی ها انسان میکنه برای از اینکه انسان خدا بالا ببره، دیگه تفکر بکنه در مخلوقات الله، سبب معرفت بزرگ الله شوه، حقیقت نفس خدا و حقیقت کائنات هم بشناسه، دیگه پیشرفت بکنه، دیگه الله را بشناسه، در سرحدی برسه که بگویه که انسانیت چی مفهوم داره. اما امی انسان میگیره امی کل استعداد داره، امی کل قوت هایی که الله برش داده، ایره در خدمت نعوذ بالله شکم قرار میده، راحت قرار میده، خیر و خلاص. بجای از اینکه الله را بشناسه، فقط کل عمر در پیدا کردن مادیات دنیا، عیش و عیاشی و اینی گپا، اینی مردمان نفسای خود در خساره انداخته. این مردم ایمان نمیاره. چرا نمیاره ایمان؟ آن چیزی که الله برش داده او را غلط استعمال کرده، استفاده کرده، سبب ایمانشان نمیشه. یک آدمی که هدف زندگی خود چی قرار میده؟ میگه یک چیزی پیدا کنم که در چاشت بخورم، چی رقم پیدا کنم، به هر نوع کی باشه، به سود باشه، به ظلم باشه، به دزدی باشه، به قمار باشه، به هر راهی که باشه. اگر 100 نفر دیگه از گشنگی هلاک شوه، خب برای ما حاصل شوه. دنیای امروزی، دنیای غرب امروزی اینمی حرکتشان است دیگه. این مردکه واقعا نفس خود در خساره انداخته. این ایمان از چی بیاره؟ الله را نشناخت، خدا نشناخت، این خب بنده شکم شد. وله ما سکن فی اللیل و النهار، کلش دلایل توحید و یک تا پرستی الله متعال است. وله ده اختیار الله است، خاص ده اختیار الله است، ما آن چیزی که سکن فی اللیل، آرام میگیره، توقف میکنه در شب،
و النهار و نشر و تحرک پراگنده میشه، حرکت میکنه. فی النهار در روز، در روز پراگنده میشه و در شب میآید. همه چیز، حشره، حیوانات، پرنده، ماهی، تمام زنده جانهایی که در بحر است یا در بر است، همهش در اختیار و کنترل کیست؟ الله متعال. از آفتاب و مهتاب بگی تا ادناترین حشره را، برای هر کس الله مأوا مقرر کرده، جای باش، جای خوابش، جای رزق، چیستا پیدا کردن رزقش. الله اکبر. انسان تعجب بکنه وقتی یک پرنده را میبینی در موسمهای مختلف از کجا سفر میکنه تا کجا را، رزق خدا جمع کرده رویست، قافله است حرکت کرده رویسته. الله متعال برش جای باش داده. این بصیرت کی برش نصیب کرده که در این ماده فلان منطقه باش، در این ماده فلان منطقه باش. این مرچه را کی تعلیم داده که یک روزی باران میشه، یک روزی برف میشه، از امال آذوقی تا جمع کن. مرچه است، مرچه. این نظام تربیتی الله متعال در مورد چیست؟ مخلوقاتش است. هر چیزی که آرام میگیره یا توقف میکنه، سکنه، هر دو معنا را داره. این کلش در اختیار ملکت الله متعال است. چطور شده میتونه که وقتی همه امور در اختیار الله باشه، اما تو سری سجده را به بنده عاجز بگذار، در قبرا بگذار، در بت ساخته خودت بگذار؟ امکان داره؟ از این که در حماقت بزرگ دیگه هست. اگر کسی همی کار بکنه، از این که در جفای بزرگ دیگری هست. مشترکه که الله به طریق دائمی در جهنم میسازنه به می خاطر.